هر وقت نماد صندلی دیدی حتما روش بشین و جلو رو نگاه کن. دوستان، هر وقت نماد صندلی رو دیدین حتما جلو رو نگاه کنین. قطعا یه تپه سنگ دو شاخی رو مشاهده می‌کنین. اگر در شیب کوه صندلی به سمت شمال، غرب، جنوب و شرق باشد، با این وجود اولین کاری که باید انجام دهید برای چند لحظه روی صندلی بنشینید و اطراف را به خوبی نگاه کنید. زمانی که سنگ صندلی شما هر دو دسته چپ و راست را داشته باشد و دقیقاً شبیه به هم باشند، شما می توانید روی صندلی بنشینید و دستهای خود را روی دسته ها قرار دهید. اگر صندلی فقط یک دسته مثلا سمت چپ داشته باشه و در محیطی صاف باشه، در این صورت روی صندلی نشسته دست چپ را روی تکیه‌گاه میگذاریم و به طرف راست نگاه میکنیم که ورودی زیر سنگ ها می باشد. در صورتی که نشانه صندلی بدون دسته سنگی باشد، هدف دقیقاً زیر آن و به عمق 3 متر مربوط به مقبره وزیری قرار دارد. اگه به دنیای باستان علاقه داری، پیج منو همین الان فالو کن.